حضور کریستیانو توی جام جهانی به معنی آخرین حضور اون توی تیم ملی پرتغاله. برای اونایی که رونالدو رو توی قلبشون دارن، سال 2022 سال بسیار بدی بود. از یه طرف اختلافات رونالدو با تنهاق سرمربی وقت منچستر یونایتد، از طرف دیگه کنار گذاشتن توسط منچستر یونایتد، از طرف دیگه از دست دادن فرزندش باعث بروز یه عملکرد ضعیف توی منچستر یونایتد، تیم ملی پرتغال و جام جهانی شد. و در نهایت این یه مسیر مستقیم بود برای رفتن به النصر عربستان. پرش 1-2 سال باقی مونده از بازی کردن کریستیانو رونالدو. حالا با این حال یه عده بهش میگن بد اخلاق، بهش میگن مغرور، بهش میگن کسی که به احساسات بقیه توجه نمیکنه، کسی که میخواد فقط خودش گل بزنه. همه اینا رو قبول دارم. رونالدو هم اشتباه داشته. اما وایسا ببینم کدومتون بدون اشتباه بودین. من تا صبح میتونم از این عکس‌ها کنار هم دیگه بذارم. اونقدر براتون از این عکس‌ها پیدا میکنم که حد و حسابی وجود نداره. اگه میگید اون 10 بار، 20 بار، 30 بار بد اخلاقی کرده، 1000 بار به جاش جبران کرده. میدونی من اونو از زمانی که 23-4 سالش بود میشناسم. حدود سال 2008 میشه. اون موقع برای من یه اسطوره تمام عیار به حساب میومد و حتی الانی که 40 سالش شده هم باز احساس من نسبت بهش هیچ تغییری نکرده. کریستیانو برای من همونیه که یه روزی بود. ما اونو نه به خاطر توپ طلا، نه به خاطر چمپیونز لیگ، نه به خاطر تعداد گلایی که زده، بلکه به خاطر اینکه شکست خورد ولی بعدش بلند شد پیروز شد دوست داریم. چون کریستیانو یکیه مثل خودمون. اگه این قابای قشنگو دوست داشتی، اصولا منبع اینجور چیزاست. یه سر بهشون بزن. و در آخر اگه این محتوا رو دوست داشتی، فکر کنم پیجم به دردت بخوره. خیلی مخلصیم.